ایران، ایشون 3 مرتبه تا به حال جسد مطهرشون از قبر خارج شده. بار اول که از دنیا رفت، خب اون موقع مثل الان هم بعضی موارد قابل تشخیص سکته میکنه شخص. علم پزشکی هنوز به درستی نمیداره، هنوز هم نتونستن کشف کنن. بعضی ها همینجور زنده بخواد سپرده میشن که این شخص در اثر سکته موقتا جان داده و این سکته که زمانش رفت بشه زنده میشه. مرحوم علامه طبرسی رو دفن کردن در همین مشهد و ایشون نیمه های شب زنده شده در قبر، یعنی حالت سکته برطرف شد و جان به بدن برگشت. اون موقع مثل حالا نبود که این بروک‌های سیمانی آماده باشه زود روی لحد بگذارن. خاک رو ریخته بودن، گفتن حالا صبح فردا تو هوای روشن، چراغ هم که نبود مثل امروز، وقت داریم بیایم اینجا رو لحد پوشانی میکنیم و روش یک سیمانی میریزیم موقتا قبر رو ببریم. کفن دزدی نیمه شب، 2 تا روایت داریم. کفن دزدی شبها می آمد قبرهایی که اینطوری تازه خاک ریخته بودن و هنوز تازه بود میشکافت، کفنها رو میبرد میفروخت. روایت دوم اینه که اون کسی که جسد رو در قبر گذاشت و در لحد قرار داد چپق میکشید. چپقش از پر شالش افتاد تو قبر. وقتی داشت انجام میداد با خودش گفت وقتی خواستم برم بیرون بر میدارم میبرم. فراموش کرد. خدا بخواد کاری بکنه خودش کارش رو فراهم میکنه. نیمه شب گفت برم، الان کسی متوجه نمیشه، من میدونم کجا چپقم افتاد، همونجا رو میشکافم دست دراز میکنم چپقم رو برمیدارم برمیدارم. هر 2 روایت رو داره. به هر حال مقدر بود که ایشون برگرده، چه کفن دزد بوده چه چپق اون کسی که قبر رو حفر کرده و جسد رو در قبر، به هر حال اومد رو علامه هم که زنده شده بود دست او رو به آرامی گرفت، گفت من زنده شدم، من نمونده.